توکل بر خود خوب خوشی بخوره. نگاه کنه خرما را چقدر بچینم. Yol şey de yanımızda. Ama bugün sara koş munda. Adı şofa koş. این خرما ماه گذشته تیار شده. ماه گذشته تیار شده. بعد شاخشمون بگی دستمون رفتیم. و هم خطیب اومده اینه با اجازت خزائناشو چینده. او نگه دزدی کردی. یعنی که اجازت خزائناشو خطی چینده. اینه خرمای تازه. خرمای تازه. اینه خرمای تازه بچه. اینه برای شما هم جزیر شدید. رفتیم. من اینجا بزرگچاوی کردم. انجیر خرما و توتین هم جا میچینم. اینه سرما دزدیده. این بولو. با پاکت می. شکر. جزاک الله خیر. ماشاءالله راهی با هذا. Yes. حالا تازه. اورجینال. همان پری خوراک شد بچه‌ها. همان شکر برای شما بود. ما موجود. التخلى عند النخلة والله. ما شاء الله والله ما شاء الله. لكن بدون شوك سهل ما يضر. خلاص؟ تمام. انت يصور؟ وين فرم؟ تركيا؟ تاجيكستان. الآن. تاجيكستان عندنا. روح مزرعة. 5 ريال. شون عزیز این مسجد حضرت عباس هست. من دیگه مردم خاطره مسجد همه اون جزیر شید. نه برای چی؟ برای عکس یا اون که یمینو تگریف برای شما تو ببینید. یعنی که از طوری خرما ما چیکار می‌کنیم؟ خرما ارگیناس بخوره. این همش خوراک آسان نیست چیندنش. همان پری خور شد. کرتا پرتا جزیر. تا های جسم پری خوراک شدن. سرم پرای خوب.
میخ ما را بشویم با نگی که نوشته خودش ولی با هستن شخصایی که میگن که نوشته نچیندن تضمین قرطیدن با میشویم میریم همراه حاجیایی که در اتوبوس اشتگیان میخریم انشاءالله نمیدونم ازش چکنایی وقتی بریم از درکت نماز توهی مسیح میکنیم وقتی میکنیم بریم خدا نگهدار ویدیو تمام کنیم. دوستان سلام علیکم. قرار داریم در پیش مسجد حضرت عباس نه عداس حضرت عداس کی بود شخصی بود که در وقتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام طایف میآید شهر طایف میآید سانسورش میکنن یعنی که از دستی مشرکان یا که جاهلان همون زمان سانسور میشه در همینجا در همین تای باغ میشینه حضرت عداس. وقت بگیم که خریستانیش میگیم یا که یعنی که نصرانی همون محل بود وقتی میاد تای درخت میشین درخت رو اینجا بگیم از باغ خارین مردم سودا میکنن در همین تای درخت رو میشینن چی میکنن این هم درخت رو این است اینجا گیرچه مخم کردگیان در همینجا میشینه وقتی میبینه دیلش میسوزه میا همینجا چی ده چی میتیه الله اکبر یک لعلی انگورش میره همینجا میخره وقتی پیش یک نولا رو میگیره بسم الله میگه وقتی که بسم الله میگه اون مردک حیران میشه به خاطر که اون محل اون مردک ایت سوره یکی شنید بعد قصهش میکنه کی میگه که من از پیروان حضرت موسی هستم میگم موسی حضرت یعنی که با من چی میشه برادر می یعنی همچنین بعد الحمدلله همین خیل انگور میگیره میخره تعامل میکنه مقصد بعدا از اینجا طرفی مکه برهت میشه یعنی درختایی که میبینید دوستان این درختای توتای نم خیلی بچه ها در اینجا تهش اومدن یعنی که دمی سلخینیاش چی راست کرده سودیان کرابکه برای فروش یا همش درختی توتن ببینی این باغ همش توتی طایفی میگن از خلاص شدگه از من یک کرابکچه برای بچم خریدم یعنی قاق بود 5 ریال این باغ بی کلان است اینجا این مردم در اینجا با چیکار کردین کپوست پختین یعنی کپوست پرورش کردن نه همین کپوسته یعنی شهر طایف شهری است که با برکت است و تمامی محصولات خوراکه در اینجا میشود این اینجا که توت پرورش کرده است یعنی درخت توت اینی حالا که میبینی توت میچینن کجا میفروشن کو میره میده چی میگن این عربا چوکر استین حال بو جنگ نکنن برای شما سیام کدارم چی باشه این درخت ها چی باشن درخت ها چی باشن نه این خیرماه کلونه السلام علیکم کیف حالك جزاك الله خير الحمد لله وكيف سيو يو فروم اخي from you from I Tajikistan from Tajikistan are you أنا ما في معلومة Indonesia India أيوة أنا باكستاني Pakistan أيوة. ما شاء الله I blogger ما في مكان تو هنا شوف ممنون أيوة ممنون أيوة اوکی شکرا جزاک الله خیر این جمع باغ تازه کرده سودیان یعنی که پاکستانی ها دمی کار میکردن در این مردک ببینید دهخانی سیام کرده سودن برای شما یعنی این خرما داره خرما برمدن چیندنش قیمتره که این خرما را بی قیه خرما های کلان آیو تا اومدم ای باقا بی پری خرما پولی توتان او پارا توتای
اما خرما اکی باشه نمیمونده باشه بچینیم فهمیده خرما اینه بچه ها شرکتی سمزمان در سرای دیو آزادی به شما ما ایداره نه یا بیر وازی کوبه اجازت بتیا بالاش میبرم وازی بیر دوستان عزیز حاجی ها را سوار کرده استیم انشاءالله انا ای مسجد حضرت علی میگن ایره این هم در همین طایف قرار دارد در پیش همین مسجد حضرت عداس ایره و بره نوای مسجد حضرت علی میگن بچه خونه ها و نوجوان اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دوستان قرار داریم انشاءالله مایده طرفی چی میریم ای طایف و مکه انشاءالله دعا باشه انشاءالله ویدیو رو تا آخر